برو 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. او خدا رحمت کند سعدی را. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. به زندان قاضی گرفتار بی، که در خانه بینی در ابرو گره. دو راه پیش دی بندن نهاده، به دستت اختیاری جوز داده. اگر جنت روی رو در رهی راست، به چپ مائل مشو که دوزخ آنجاست. زی راه نیک و بد ایزد خبر دار، تو را عقل و خرد هوش بصر دار. خدا را جو خدا را جو خدا را، بگو ذکر و بمان چون و چرا را. کسی غیبت کند برادرش را، نیکیهایش را خدا میگیرد و نابود میکند. آیا این راست است؟ راست است البته. کسی اگر یک برادرش غیبت میکند، خداوند نیکیهای او را میگیرد. امام حسین ابن علی، بچه حضرت علی، امام حسین میگوید یک کس خبرش آورد که فلان همسایت را در فلان معرکه غیبت کرد. امام حسین چگونه رفتار کرد؟ میگوید در یک طبق پر از خرما کرد و خاندان این مردی که او را غیبت کرده بود همونجا رفت. در روایه میگوید زد. وقتی کشا دید حسین، گفت ای نبیره پیغمبری خدا، خوش آمدی، مرحمت. این گفت نه، گفت من خانه تو نمی درایم مگر من شنیدم که تو امروز آن مقدار حسناتی که داشتی همش را مرا دادی. من هم در عوض این نیکی تو به تو نیکی میکنم، این توقی خرما را قبول کن. اگر چنده که نیکی من نسبت نیکی تو خیلی کم است. یعنی کسی که اگر کسی را غیبت میکند، یقین داند که خداوند حسنات او را، نیکی های او را میگیرد، در نامه اعمال اون شخصی را که غیبت داشت در نامه اعمال او میپرتاید و بدی های او را گرفته در نامه اعمال این غیبت کننده میپرتاید. از این در بهترین توفه است. خوش به حال ما که امروز میشنویم در فلان جا غیبت ما کردن. خوش به حال ما، غیبت کنین، این حال ما خوب میشود، نیکی های ما زیاد میشود. زنی خوب فرمانبری پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. اگر زنی خوب باشد، فرمانبردار باشد، خدا ترس باشد، همین مرد فقیر گدای تلبنده را پادشاه میکند. برو 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. او خدا رحمت کند سعدی را. برو ای مرد میگد خوش به حالت، 5 وقت نماز با جماعت بخوان وقتی که زنی مسلمان داشته باشی. تو زنی مسلمان داشته باشی، بی پروا رفته در مسجد نماز خواندن بگیر، هیچ فکر خیال در خاطرت نگذران. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. چی تو امروز روزی دراز تشویش زندگی میخوری، چی از ناداری خیلی غم میخوری، مادامی که در برت شب یک یاری موافق داری، یک زنی مسلمان داری، دیگر پروا نکن، دیگر پروا نکن. به زندان قاضی گرفتار بی، که در خانه بینی در ابرو گره. خدا رحمت کند. میگه وقتی که اگر زنی داشته باشی که خوق داشته باشد، چی تو دارا باشی چی نادار باشی، وقتی خانه میدرای میبینی که ابروهای گره بسته، میبینی که یک اندام تروش بر روی تو میکند، از این در گفت همون زندان قاضی بهتر است از اویی که در این خیل خانه این خیل زن زندگی میکند. خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. زی ذکری ما شدی تو روی گردان، با امری نفس و با فرمان شیطان. با دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، با فردا حشر سازم زیشت و اعما. زی زیری خاک خیزد دیدش کور، سیه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا، که حکمت چیز چشمم کرده اعما.
و دنیا داشتم دو چشمی روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند. چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی برسی که بیایی دانی؟ احوال مرا چی میپرسی؟ گفت هر وقتایی که خانه دا داخل شو میفهمی که در این خانه چی گپ است. جامعه واقف دم باش، عزیزان رفتن، ترک دنیا بکن آخر که تو هم مهمانی. رود مؤمن از این دنیای پرشور، رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوت خانه گور. به او قرآن به هم آنجا در آید، به طاق جانبی سر می براید. در آید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. چراغی ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، چراغی ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است.